ادامه اخبار. با سبب بارش برف زیاد و فرآمدن ترمه در کیلومتر 48 و 73 راه اتومبیلگردی دوشنبه چناق موضع میخوره ناحیه ورزاب نقلیات زیاد در راه درمانده، حرکت همه گونه واسطه های نقلیات توسط این راه موقتا قطع گردیده است. برای سری وقت تازه کردن راه و برطرف نمودن ترمه ها از جانب فیلیال شرکت اینویتد راه سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان تکنیکه های راه تازه کنی سفربر گردیده است. نوریدین قربان از محل حادثه گزارش می‌دهد. امروز نیز بارشات برفی شدید و فرآمدن ترمه‌ها باعث ادامه یافت در کیلومترهای 65 و 69 ترمه‌های کلانتنج فرآمد. حالا با سبب برفی بلند و ترمه‌های زیاد حرکت طریق راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق قطع گردید. عین حال ما در کیلومتر 65 راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق قرار داریم که کارمندان تاکید می‌دارند که هر لحظه فرآمدن ترمه به قطع گرفته می‌شود. هرچند که تکنیک‌های پراقتدار سفربر شده‌اند بارش برف همان قطع نگردیده است و فرآمدن ترمه ها هر ساعت به قید گرفته می شود. طور اطلاع داده بودیم از 28 ینور سال جاری بر اثر بارش برفی از معیار زیاد از کیلومتر 48 تا 73 راه دوشنبه چناق در مسافه 55 کیلومتر در موضع میخوره ناحیه ورزاب ترمه فرایی به عمل آمد که شماره آنها 60 عدد را تشکیل می دهد. طور مسئولان اطلاع می‌دهند بلندی ترمه ها تا 10 متر است. امروزها کارمندان شرکت IRS با درک بلند مسئولیت با استفاده از 30 تکنیکای پراقتدار مشغول کار بوده تلاش دارند راه را از ترمه تازه نمایند و رفت و آمد نقلیات را تامین نمایند. شماره زیادی اتوماشین‌هایی که بر اثر برف زیاد و فرآمدن ترمه ها درمانده بودند از این حالت آزاد شدند. حالا کارمندان به طور شبانه روزی فعالیت نظارت داشته پی برطرف‌سازی عاقبت‌های طبیعی کمر بستند. باور می‌شوم که از روزی به عمل آمدن بارش برف و فرآمدن ترمه‌های زیاد رهبریت شرکت IRS در محل حادثه قرار داشته برای برطرف‌سازی آن تدبیرهای سریع عملی گردیده برطرف‌سازی و تازه نمودن راه زیر نظارت جدی قرار دارد. هرچند بارش برف زیاد و فرآمدن ترمه در موضع‌های کوهی مخصوصا مسیر شاهراه اتومبیلگرد دوشنبه چناق از جانب ساختارهای ضددخل پیشگویی کرده شده بود به این نگاه نکرده رانندگان و مسافران به سفر می‌برایند. کارمندان شرکت فیلیال سهامی اینوویتیو رود سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان کارهای فهماندهی را به طور ضروری به راه ماندند. در درآمدگاه چارباغ ناحیه ورزاب در مانیتور کلان معلومات ضروری اوید به وضع آب و هوا، حالت راه مسکن و دیگر معلومات که برای رانندگان و هم مسافران ضرور است نصب شده است. متاسفانه اکثر رانندگان و شهروندان به این مسئله اهمیت نمیدهند و دیده و دانسته به سفر میبرایند. ساکنان منطقه نیز بر آن نظرند که چنین بارشات و ترمه‌فرایی در این موضع بی‌سابقه بوده مراتب اول به وقوع آمده است. شاهدان حال میگویند که اگر جهد و تلاش کارمندان شرکت IRS نمی بود شاید هفته ها برطرف نمودن ترمه ها امکان ناپذیر باقی میماند. مهم آن است که شرکت IRS برای در سطح بلند و جوابگوی طلبات بخش راهسازی عملی نمودن وظیفه هایش امکانیت و شرایط های ضروری از قبیل تجهیزات زمانوی تکنیک های پراقتدار را دارا بوده از آنها ثمرناک استفاده نموده ایستاده است. برای مثال عین زمان تعداد تکنیک های فیلیالی شرکت زیاده از 166 عدد را تشکیل داده امکان است که مشکلی جای داشته سری وقت برطرف خواهد شد. در رابطه با بارش برف روزهای من بعده و فرآمدن ترمه ها رهبریت شرکت IRS به شهروندان و مسافران توصیه می‌دهند که موقتا از سفر طریق راه مذکور خودداری نمایند. نوریدین قربان، صابری عبدالرزاق برای برنامه اخبار. боридани барфи зиёд ва ҳамзамон гарм шудани ҳаво сабаби тармафароӣ дар минтақаҳои кӯҳии тоҷикистон шудааст. аз ҷумла 28 январ тармафароӣ дар рӯҳи душанбеи хуҷанд ва душанбеи хорух ба қайд гирифта шуда ба талафоти ҷонӣ сабаб гардид. тибқи иттилоъ тармафароӣ дар рӯҳи душанбеи хорух мурғоб дар қаламрави ноҳияҳои ванҷ рӯшон ва шуғнон боис ба қатъи ҳаракати воситаҳои нақлиёт шудааст. гузориши хабарнигорони мо. با سبب بارشات زیاد در منطقه‌های کوهی کشور جمع‌شوی زیادی برف به عمل آمده است. همین بود که در شهرهای دوشنبه خوجند و دوشنبه خوروغ خمیدن ترمه به عمل آمده باعث بسته شوی راه گردید. حالت فوق‌العاده طبیعی باعث هلاکت 7 نفر از ساکنان کشور گشت.
کارهای نجات بخشی از شب 28 شروع گردید که در نتیجه 800 نفر از مکانهای خطرناک به جایهای امن برده شدند. 50 ماشین بارکش و 150 ماشین سبکرو نیز به جایهای بی‌خطر انتقال داده شدند. برای نجات مردم درمانده در بین ترما تمام هیئت نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده سفربر شدند. در بین مردم درمانده کودکان، پیرانسالان و زنان نیز هستند. برای برطرف کردن حالت به عمل آمده ستاد نیز تشکیل گردیده است. کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همجایگی با کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان برای برطرف کردن حالت سرزده شبانه روزی فعالیت را به راه ماندند. وضع راههای اتومبیلگر در قلمرو ولایت بدخشان نیز باعث نگرانی گردیده است که در نتیجه باریدن برف زیاد در منطقه‌های زیادی راههای اتومبیلگرد فرآمدن ترما به قید گرفته شده است. بخصوص در قطعه راه اتومبیلگرد خوروغ اشکاشیم در زیاده از 30 جای در 30 موضع فرآمدن ترما به قید گرفته شده است. فرآمدن ترما در حدود ناحیه درواز، در حدود ناحیه اشکاشیم و راه اتومبیلگرد خوروغ مرغاب به قید گرفته شده است. این زمان با سفربر نمودن زیاده از 10 عدد تکنیکای راهداری و یاری رسان جهتی برطرف نمودن کمبودی‌ها اوید به شدن راه و برای حرکت راه مساعد نمودن آن تکنیکای راهداری و کارمندان مهندسی تکنیکی ریاست راههای اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستانی بدخشان با قسمت سفربر گردیده شبانه روزی پای اصلاح کمبودی و فعالیت نموده ایستادند. طبق اطلاع مسئولان نگهداری راه شاهراه دوشنبه چناق ساعت‌های 11 شب گذشته از سمت دوشنبه خوجند باز شد، ولی صبح امروز بنابر فرآمدن ترما حرکت در این مسیر دوباره با سبب خمیدن ترما قطع گشت. در حال حاضر 30 تکنیک پر اقتدار برای پاکسازی این راه فعالیت دارند. به قول مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده باز چند روز آینده نیز راه دوشنبه خوجند و دوشنبه خوروغ خطرناک باقی میمانند. نوبت از آنکه کارهای برطرف سازی حالت‌های فوق‌العاده طبیعی با سرعت ادامه دارند، اما ترما خمی تا به حال ادامه دارد. مسئولان بازرسی دولتی اتومبیلی کشور بنابر سبب زیاد بودن خطر در راه‌ها از شهروندان خواهش می‌کنند که از حرکت این سمت‌ها خودداری کنند. حرکت توسط راه اتومبیلگرد دوشنبه خوجند چناق و در قلمرو ولایت بدخشان بنابر فرآمدن ترما حرکت واسطه نقلیات بند گردیده است. از همین خاطر از شهروندان رانندگان واسطه نقلیات مسافران احترامانه خواهش کرده می شود که جهت سفر نمودن توسط راههای کوهی و منطقه‌های مشکل گذر از سفر نمودن خودداری نمایند. در اساس تحلیل‌های آب و هواشناسان چنین بارشات برف زیاد در ولایت بدخشان و سوق در 15 سال اخیر به قید گرفته نشده است. آب و هواشناسان وضع هوا را تا اولهای ماه فوریه سرباریش پیشگویی می‌کنند. از این لحاظ به معلومات شهروندان کشور رسانیده می‌شود که شاهراه‌های دوشنبه خوجند و دوشنبه خوروغ خفت داشته باقی می‌مانند. با سبب بارشات پای در پای و فرآمدن ترما اینچنین با مقصد تأمین بخطری حرکت واسطه‌های نقلیات، حفظ حیات و سلامتی اشتراک کنندگان حرکت در راه از کیلومتر 62 تا 95 راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات از سنه 30 ینور تا 1 مارس سال 2017 طریق رجه مخصوص موافق شده به راه مانده می شود. در تاریخ 31 ینور سال 2017 از سمت شهر دوشنبه به سمت ولایت سوق، روزهای طاق ماه از ولایت سوق به سمت شهر دوشنبه، روزهای جفت ماه از شهر دوشنبه به سمت ولایت سوق. طبق اطلاع агентии об و ҳавошиносии тоҷикистон боришот дар ҳудуди ҷумҳурӣ то 5 январи соли ҷорӣ боқӣ хоҳад монд. бинобар боришоти пайдарпай кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрвандон ва меҳмонони кишварро огоҳ мекунанд ки аз сафар ба роҳҳои дур худдорӣ намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сарвинозии Суҳроб. طبق اطلاع агентии об و ҳавошиносии тоҷикистон чанд рӯзи оянда дар қаламрави ҷумҳурӣ ҳаво ноустувор боқӣ монда бориши барфу борон дар назар аст. дар баландкӯҳҳои ҷумҳурӣ эҳтимол идома ёфтани бориши барф ба миён омадани яхбандӣ ва дар минтақаҳои кӯҳӣ фаромадани туман пешгӯӣ карда мешавад. бурдани барфҳои пуршидати рӯзҳои гузашта ва бурдани барфҳое ки боз дар назар ҳастанд дар рӯзҳои наздик, яъне ки дар тӯли 30 январ дар қисми зиёди минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон
بردن برف در وادی بورون و بعدا گزارش به برف تر که در نظر است و بعدا 31 قطع گردن بارشات در قسم زیادی جمهوری و 1 باز بردن بارشات در یک قطار منطقه‌های کوهی گرچه که شدت کم نباشد ولی روزی دوم باز یک قطار ناحیه‌های ولایت سوق قسمت‌های کوهی و تا به مرکز احتمال نسبتاً شدت گرفتن بارشات و روزهای سوم چهارم در قسم زیادی ناحیه‌های جمهوری شدت گرفتن بارشات و در یک قطار نهایت شدتناک بردن آن از آن جمله روزی سوم و چهارم نهایت شدتناک بردن برف در یک قطار ناحیه‌های قسمت‌های کوهی تا به مرکز ولایت سوق در دامنکوهای ولایت ختلون در غرب بدخشان این روزها نهایت شدتناک بردن برف در نظر است و در این دوره حرارت هوا نیز در وادی‌ها ولایت ختلون تا به مرکز و ولایت سوق شبانه حرارت هوا در نتیجه قسما صاف گردن تا 3 درجه خنک و بعداً ابرنو گردیدن آن باعث از 0 تا 3 درجه گرم شدن آن در نظر است. بنابر بارشات زیاد کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شهروندان و مهمانان کشور را آگاه می‌کند که تا قطع گردیدن بارشات به ضرورت به سفر نبرایند زیرا هرچند در تاجیکستان تمام ساختارهای مربوطه در سمت رفع نمودن مشکلات مردم فعالیت داشته باشند هم پس گردیدن حرارت و زیاد شدن بارشات می‌توانند مشکلات را دوچند سازد. باری دیگر با شهروندان و مهمانان کشور مراجعت کرده خواهش می‌نماید که در این روزها از سفر نمودن با آن منطقه‌هایی که حاضر من نامبر کردم خصوصا به سمت دوشنبه خورو، دوشنبه خوجند و دوشنبه جرگتو سفر خود را محدود سازند و اگر احتیاجات کلان پیدا شده باشد پیش از همه автомашин‌های خود را باید که پر را آماده سازند این هم باشد از جهت تکنیکی автомашин‌ها باید که آماده باشند این داشتن زنجیرهای احتیاطی این هم باشد عوض نمودن چرخ‌ها باری دیگر کمیته حالت‌های فوق‌العاده مراجعت کرده خواهش می‌نماید که جان خود و جان خویش نزدیکان خود را در زیر خطر نگذارد. از این رو خطر گسستن خطهای علاقه و انتقال نیروی برق مشکل شدن حرکت در راه‌ها پیشگویی کرده می شود. با نظر داشتی همین آمادگی جدی دیدن ساختارهای مربوطه ضرور شمرده شده شهروندان رو ضرور است که به ضرورت به سفر نبرایند. بریدن باران و برف در قلمروی مملکت تا 5 فوریه سال جاری ادامه خواهد یافت. بنابر سبب بارشات زیاد به شهروندان و ساکنان کشور توصیه داده می شود که در این روزها حرکت به ضرورت خود را از یک جای به مکان دیگر از طریق راههای کوهی محدود سازند زیرا با سبب بارشات زیاد و فرآمدن ترمه مشکلی ایجاد خواهد شد. سرینو سهراب، مهروز جمعه، برنامه اطلاعاتی اخبار.